انسان زیناه الکلام، زینای زبان کلام است، سخن فحش فاحشی حرامگویی. انمو گپی که به دخترها میتین گمان میکنه این هزل شوخی است، این هزل شوخی نیست، این زینای زبان است. صاحب این را فرد روز قیامت از زبانش آویزان میکند. ولید زیناه البطش. عیدونه برای خانمان و جنابان اینمی جای نمازی به صورت عیدونه می باشد. همچنین قرآن قدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابون دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روزه بوش در لباس میمونه، استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواک پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشه و همچنین یک تسبیح سنگی. این همی 8 چیزی که ما نامبر کردیم از شرکت شفاپرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه می باشه، دهمش قرآن برای شما تحفه می باشه. اینها سبب. خدا شفا فرما هم راز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. هم به غیرتی و به حمیتی که امروز بالای مسلمانان بار شده است، جرأتی از خود دفاع کردن ندارند، غیرتی از خانواده خیش دفاع کردن ندارند. همه در زیر همه سبیلا داخل است. خب مسئله نظر حرام حکمش چیست؟ خدای تعالی در سوره نور در ضمن آیه های 30 و 31 هم به مردای مسلمان مراجعت میکند، هم به زنهای مسلمان. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای حبیبی ما، ای محمد علیه السلام، بگو با مردای مسلمان که چشمهاشون فرو گذارند، با چشمهاشون نظر نه اندازند در عورات مردم. و یحفظوا فروجهم، اول امر کرد که چشمهاشون فرو گذارند، چشمهاشون نگه دارند. بعدا گفت که حفظ کنن فرجهاشون، زیرا که دروازه زنا با واسطه چشم است. عادتا ابتدای تمام کار حرام همین چشم است. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. در ابتدای آیه 31 این آیات ها دراز هستند، من نمیتونم همه اینا برای شما بخونم. باز امر میکنه به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و بگو به زنهای مسلمان تا چشمهاشون فرو گذارن، چشمهای خودشون از حرام نگاه دارن و فرجهاشون محافظت کنن از زنا. ببینه در ابتدا امر اومده است که چشما را پوشن، چشما را نگه دارن. بعد مسئله فرج اومد، زیرا ابتدای تمام حرام ها از چشم است. باز تاکید میکنم النظر سهم من سهام الشیطان المسمومه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که همین نظری به شهوت یک تیر از تیرهای شیطان است که زهرناک است، در آدم اصابت میکند، اثرش در وجود انسان در حال می نشیند و با چشم به عورات مردم نگاه کردن، با جاهایی که ای نظر شریعت ممکن است نظر کردن، وقتی تو نظر می اندازی زینای چشم میکنی، همین هم زینا حساب میخورد، زینای چشم گفته میشود. در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند آمده است که
رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا مدرک ذلك لا محاله. بر هر انسان حصش از زنا نوشته شده است. آنچه که نوشته شده است البته به سرش می آید، علاج گریختن ندارد. تقدیر پیشکی معین است. فالعینان زناهما نظر. پیغمبر میگه پس همین دو چشم از زیناش نظر حرام است. وقتی که نظر حرام انداختی و به شهوت انداختی تو به چشمای خودت گویا زینا کردی. والاذنان زناهما الاستماع. دو گوش از زینا شنیدن سخنهای قبیح، سخنهای نالایق ناشایسته. واللسان زناه الکلام. زینای زبان کلام است، سخن فحش فاحشی، حرامگویی. انمو گپی که به دخترها میتین گمان میکنه این هزل شوخی است. این هزل شوخی نیست، این زینای زبان است. صاحب این را فرد روز قیامت از زبانش آویزان میکنه. والید زیناه البطش. زینای دست انمو لمس کردن است، گرفتن است. دست یک زنی بیگانه را وقتی که به دست میقپی میتکیش، همین زینای دست است. دستی تو گویا زینا کرده است. و ریجل زیناه الخطا. زینای دو پا حرکت کردن است به جای حرام، به موضع حرام. خواه تو دیسک کلوب میرای، خواه دیسکتیک میرای، خواه قور بلا میرای، رستوران میرای، وقتی که به همه پاها به مکان زینا رفتی، به مکان حرام رفتی، تو به پاهات گویا زینا کرده ای. البته سزای عملت میبینی. بابای ملا بدرو این طرف در جو هسته مرحمت که ایسو بگذار هم بینی صفحه. والقلب یهوى و یتمنى و یصدق الفرج ذلك او یکذبه. دل آدم میل میکنه، دل آدم اشتها میکنه، ذوق میکنه و فرج انسان، آلات تناسلی انسان همه را یا تصدیق میکند یا تکذیب. از همین خاطر نظری به حرام، به عورات بیگانه این زینای چشم محسوب میشد است. گناه است، گناه عظیم است. بسیار بسیار احتیاط کنید. یک کتاب انجیل آوردنم به زبان عربی. همون نصرانی های عرب که انجیل خواستیان ترجمه کنند، این بدبخت ها میدونن که زبان قرآن چقدر شیرین است، چقدر گواراست. حتی در بعضی جاها از بحر ترجمه تحت لفظی گذاشتیان، آیت های قرآن پره و مکمل آوردیان در انجیلشان. زیرا هیچ سخن جای سخن خدا را گرفته نمیتونه. میدونن که قرآن چقدر شیرین است، چقدر لذیذ است. این بدگهرها وقتی که گرفتم با قرآن روسی مقایسهش کردم، بعضا حتی که تماما تفاوت دارد سخنی که در انجیل عربی اومده است از سخنی که در انجیل روسی است. زیرا آیات های قرآن آوردیان در اونجا تا اینکه ذوق مردم بیشتر شود و مردم زیادتر میل کنند به خواندنش. و همونجا به یک چیز جالب چشم مفتید. یک سخن از حضرت عیسی است، میگوید من کان قبلکم یقولون لا تزنوا انا اقول لكم من نظر بعینه فقط زنا. شخصایی که پیش از من بودن میگن، پیغمبرایی که قبل از من اومدن، شریعت هایی که قبل از شریعت من بودن میگفتن که زنا نکنید، اما من به شما امر میکنم، من به شما پیغام خدا را میرسانم. هر کسی که به چشم به عورات مردم نظر میاندازد زنا کرده، زناکار است. شما میفهمید که این حکم چقدر شدید است در تمام دین ادیان خدا، نه فقط در اسلام. باز تاکید میکنم که ابتدای تمام کار حرام از چشم سرمنشأ میگیرد. از همین خاطر بعضی میگن چشم دریا است، ناخواست چشمت میافتد. بله، ناخواست که چشمت افتید استغفرالله کنه، چشم تپوش. وقتی که به میل شهوت نگاه دور و دراز انداختی،
یا از او بدتر یک چشم تا فرا گذاشتی و با ایسری رو تماشا کردی، وای به حالت، در اون صورت بخشیده نمیشه. امام ترمذی روایت میکند از حضرت بریده صحابی پیغمبر که روز علی کرم الله وجهه به پیغمبر گفت که یا رسول الله آخه این چشم پیش گرفته نمیشود، نخواست نظر میکنی که یه چیزی حرام میبینی، پس چیکار کنیم ما گناهکار میشویم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یا علی لا تتبع نظرة نظرة فإن لك الأولى وليس لك الأخيرة. یا علی گفت بعد یکم بار نظر انداختن چشمت به چیزی حرام افتیدن، دویم باره او را نظر نکن، توبه کن، طلب استغفار کن از خدا. بار اول نظر انداختنت که ناخواست شد برای تو بخشیده می شود، اما وقتی که بار دوم نظر انداختی یا وقتی که چشم تا کنده نتونستی و به میل و به رغبت که تماشا کردی، این همچون گناه در نامه اعمالت ثبت می‌گردد. شیخ فریدالدین عطار در تذکرة الاولیا یک قصه آورده است. در شهر نیشاپور چندین شیخ‌های بزرگ میزیستند قبل از شیخ عطار. شهر نیشاپور اصلا شهر علماست، شهر بزرگاست، علمای را به عالم داده است که باور کنه نظیر ندارند. در مثلا میان محدثان نام امام مسلم فقط بگیری از شهر نیشاپور کفایه میکنند، حال آنکه نیشاپور غیر مسلم صدها محدث بزرگ داده است. همچنین وقتی که تذکره اولیاء الله هم میبینیم اکثریتش از مرز نیشاپور هستند. بسیار شهری آبادان بود. و نیسابور فی الارض کالانسان فی الانسان. حتی شیخ ابو سعید ابوالخیر در حق شهر نیشاپور میگه که نیشاپور در روی زمین مثل گهورک چشم در چشم انسان است، زینت دنیا است از روی عالماش. در همین شهر عارفای زیادی میزیستند، از جمله شخصی بود با نام ابو عثمان حیری، بسیار عارف معروف و مشهور است، شخصی پرهیزگار و با تقواست، شخصی که عارف واقعی بود. یک بازرگان در نیشاپور میزیست، کنیزی داشت، کنیزی ترک زیبا. این بازرگان باید به سفر تجاری میرفت، از خوف آنکه مبادا پسرای به بلاغت رسیدش به همین کنیز چشم علا نکنند، گناهکار نشوند، به کنیز پدر خود مبادا جماع نکنند، نزد ابو عثمان حیری آمده التماس کرد که یا شیخ، گفت همین کنیز در نزد تو به امانت میگذارم، تا آمدنم از تو با تقواتر، از تو پرهیزگارتر در این شهر من کسی را سراغ ندارم، تا آمدن من در نزد تو ایستاد. اول نه و نستان کرد، قبول نکرد، اما وقتی التماس التجای بازرگان دید که گفت من از خدا میترسم که مبادا فرزندان زنا نکنند، به این کنیز گناهکار نشوند، زیرا این کنیز پدرشان است. شیخ قبولش کرد. یک روز قضای ازیدی چشم شیخ به همین کنیز افتاد. این شیطان ملعون وقتی که یک زن بیگانه را میبینی همون زن بسیار شهوت انگیز میکنند، خاصتا وقتی او زن زیبا باشد. دیگر هوش یاد شیخ کند، عاشق شد، دیوانه شد، دیگر آرام و تسکین شکم کرد، نه در نماز دیگر حضور قلبی پیدا میکرد، نه در طاعت عبادت، نه به ذکر نشسته میتونست. از خوف آن که مبادا خدای نکرده در وسوسه شیطان گیر نافتد، حتی رفتن خانه خود ترک کرد، دیگه خانهش نمیرفت. یک پیر داشت استاد با نام ابو حفص حداد، نزدش آمد گفت یا استاد به دادم برس که شرمنده میشم، این مردم به هزار امید آرزو آمدیم امانت چه در خانه من گذاشته است این شخص، این من خودم عاشق دیوانه شدم، نمیدونم چیکار کنم، این چی شرمندگی است. شیخ گفت به شهر ری سفر کن. در شهر ری شخص است، یک عارف است با نام یوسف ابن حسین، او را ملاقات شو، از او دعا کن که در حق دعا کنه ان شاء الله خداوند این مشکل رفع میکند. این عازم سفر ری شد، از نیشاپور تا ری خیلی راه است. آمد در شهر ری وارد شد. وقتی که از یوسف ابن حسین پرسان شد، مردم گفتند تو آدمی صالح می نمایی، از شکل صورتت معلوم است که پرهیزگار هستی، بنده خدا هستی، تو خانه یک فاسقی لوطی ملعون چی میکنی؟ او یک بدبخت است، یک شیخ شرابنوسی
شراب نوشی با لواطت مشغول است، لواطت میکند و بدبخت. تو چیز خونه او را سراغ میکنی؟ وقتی از هر کسی میپرسید همین پاسخ هم میگرفت، گمان کرد که استادم خطا کرده است. با خفا گشت آمد نیشاپور. پرسیدش ابو حفص حداد که دیدی یوسف ابن حسین؟ گفت آخی حضرت من گمان کردم تو نامش خطا گرفتی. از هر کسی یوسف ابن حسین سوال میکنم، در جواب میگویم که آخی این مرد فاسق است، فاجر است، خانه او نرو. گفت یا جاهل، من ترا نزد یوسف ابن حسین فرستادم، نزد مردم رای نه، بازگرد، برگرد برو پیشش. تو چیکار داری با گپی مردم؟ آمدید وقتی که میگفتن فاسق و فاجر است، میگفت که من بالاش پول قرض دادگی، بالاش پول دارم، برام پول ما بگیرم. با خانه را نشانش دادن. آمد شیخ در مهمان خانه شیشته است، در پهلوش یک امرد بچه بسیار زیبا و خوشرو، در نزدش یک سبو کوزه را میگویند که در اون مای میگرفتن عادتا. در پهلوی سبو سوراخی ریومکا، چیزی که با او شراب می نوشیدن. و همین امردی بیریش جوان زیبا و خوشرو در پهلوش نشسته است. شیخ با یک لطافت یک مهربانی تبسم کرده است، طرفی همو غمزه دارد. وقتی که از در درآمد چنان نفرت وجود چه گرفت که حتی سلام نداد به شیخ. با یک تنفر شیخش آمدش کرد، مرحباش کرد، آمد در یک گوشه شیشت با تنفر، با غضب. وقتی که شیخ به صحبت شروع کرد، چنان سخنای از زبانش برآمد که این مات مبهوت ما. گفت واقعا همون شیطانم دانشمند است، اما خداوند که هدایتش نکرده است گمراه و احمق است. گفت تو از ما چی کم بودی دیدی که تهمتمون میکنی، طعنمون میزنی؟ گفت واقعا این امرد بچه در نزدت نشسته است، چی است؟ شرم نمیداری از خدا؟ با این ریشی سفیدت در نزدت سبو مانده استی و سراحی شراب می نمیترسی که غضب خدا بالای تو میآید؟ نه فقط بالای تو، بالای تمام مردم شهر رای میآید. گفت این پسر خوردیم است، همه امرد بچه‌ای که میبینی پسر خوردیم است، در نزد من قرآن میخواند، قرآن حفظ میکند. از سبو در سراحی را گفت این آبی همه چشمه نزد حولی خدم است، تو اول یا بربون هوش. این سراحی گفت شکسته بود، گرفتم شریشش کردم به خاطر آنکه ضایع نشود، همین را میگیرم استفادهش میبرم. این صبور هم از کجای همین خانه ما افتیده است، پرتم شوخی گرفته استفادهش برده استیم. گفت آخه مادام که چنین باشد چرا با مردم نمیفهمانی؟ یا شیخ چرا نمیگوی که همین پسر خوردیم است؟ آخه این امرد بچه نیست؟ چرا در یک چایلیک چای نمیگیری؟ آخه خاک در سرت، این مردم میگن شراب می نوشه و در نزدش سبو و سراحی است. چرا از چایلیک در پیاله چای نمیریزی بخوری مثل مردم؟ جان شنانه که مردم میکنن. آخه همین رفتاری تو برای چی است؟ میدانی که مردم خدا همه لعنتت میگن، تو کافرت میگن، زندقت گفتستیان. در شهر ایران مردم در رو توف میکنن اگر دستگیرت کنن. چرا این کارا میکنی؟ شیخ گفت به خاطر آن که مردم به تقوا و به پرهیزگاری من غره شده، کنیزهای ترکشانه آورده در خانه من به امانت نگذارند. حال این مرد نگفته است که من به چی کار آمدم، چی خواهش دارم. یعنی شیخ و بزرگان دوستای خدا هستند، به خاطر خدا از ملامت مردم اندیشه نمیکردند، گپ حق همیشه میگفتند. مقصد از آوردن این قصه چی است؟ ما عمل او شیخی را که اهل ملامتیه بود دستگیری نمیکنیم. نه، در شریعت پیشو حق نداره که چنین یک کاری را کنه. غرض از آوردن این قصه آن بود که ببینه که این نظر حرام چگونه در وجود انسان میتونه اثر بگذاره. شیخی را مثل ابو عثمان حیری با او بزرگی، با او نجابت توانست که مسخر یک کنیزی ترک کند، میداند همی حرام است، اینقدر بیقرارش کند. شما جوانای برگ گل حال هیچ چیز از دنیا ندیدید، وقتی که زنی لش برهنه را میبینید به ذوق این فیلم را تماشا میکنید، مگر این شیطان ملعون شما را آرام میگذارد؟ هرگز نه. برادرای عزیز، بخود بیایید فیلم های حرام تماشا کردن و عاقبت الامر شخص به زنا میکشد. واقعا عیب پدرها است که بی اندیشه همون پرابالیست که انتینه ها را میزنن،
اندیشه نمیکنن که آخه فرزندا میتونن که بعضی تصویر و بعضی فیلم های حرام تماشا کنن. یک برادر قصه کرد، میگه اکثری فیلم های فاحشی و صورت های فاحشی که در همون پارابولیس که نشان میتن به زبان عربی هستند. سببش میدونه؟ این مبارزه بر ضد اسلام است برادرای عزیز. میلیاردها دلار صرف می شود تا اینکه همین مسلمان‌ها را احمق کنند، مسلمان‌ها را فاسق کنند، مسلمان‌ها را فاجر کنند، مسلمان‌ها را بی غیرت بی حمیت کنند. ما و شما فند فریب دشمن خورده و نه عقل مونده است دیگه در سرمون، نه فراست مونده است، پروا نمیکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس لیجد ریحها فهی کذا و کذا، یعنی زانیه. وقتی زن گفت خچه خوشبو میکند، لباس های فاخر و زیبا میپوشد و از نزد مردها میگذرد تا اینکه بوش استشمام کنند، تا اینکه ذوق مراق مردا را بیدار کند، این زن فاحشه است، زانیه است. و کل عین زانیه ای کل عین تنظر الیها بشهوه زانیه. و هر چشمی که به شهوت در این زن نظر می اندازد او چشم هم زانیه است، او چشم هم چشم زیناکار است، او چشم هم جزا داده می شود. اسلام کرامت دارد، شرافت دارد، بزرگی دارد، پاکیزگی دارد، تقوا دارد. اسلام به این فحش فاحشی چیکار؟ وقتی که جوان مسلمان فیلم های فاحشی را تماشا کرد، این صورت های لچ برهنه را تماشا کرد، والله دیگه در وجودش غیرت نمیمونه. و همه این بچه میکشد با زنا، زنایی که ایمان از وجود انسان خارج میسازد. شما میدونید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید میکند، حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردند، لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. زناکار وقتی که زنا میکند مؤمن حساب نمیشود، او مؤمن نیست. این سخن ما نیست، سخن پیغمبر ماست. حضرت ابو هریره روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود اذا زنى الرجل خرج منه الایمان کان علیه کالظل. وقتی مرد مسلمان زنا کند ایمان از بدنش خارج می شود و در بالای سرش می ایستد همچه سایه. از بدنش بیرون است ایمان میگه، از بدنش خارج است. فاذا انقلع رجع الیه ایمان. اگر توبه کرد همون ایمان بر میگردد، به وجودش میآید. خوف نمیبره که خدای نکرده همون ایمان دیگه بر نگردد، در همون ساعت خدای تعالی امانت شو بگیره، جان شو بگیره. پس احوال چی میشه؟ حدیث امام ابو داود با اسناد حسن روایت کرده است. امام حاکم روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسه. هر کسی که شراب مینوشد یا زیناکاری میکند خداوند ایمان از بدنش سلب میکند، پروردگار میکشه میگیرش، زیرا میگه تو ایمان حیف میکنی، تو صدقه ایمان شدی. همچنان که یک نفر ما و شما فرتر ای سرمو میکشیم، میکره به سرمو میبرونیم، همون خیلی میکشه از بدنش ایمان خارج میکنن. زنا این خیلی امری حرام است. آسمان ها و زمین ها بر زناکار لعنت میگویند. این السماوات سبع والارضین سبع لیلعن الزانی. پیغمبر خدا گفته است. امام بزاری روایت میکند با درستی به شک شبهه 7 آسمان و 7 زمین بر زناکار لعنت میخوانند. و این فروج زنات لیؤذی اهل النار نتن ریحه. فردا روز قیامت اهل دوزخی ها از بوی انمو که از فرج زناکار میبروید بداد میآید. خودشو در عذاب هستند، در آتش میسوزند، اما از بو و تعفن فرج زناکار بداد و فیغان می اومدند که این چی بوی بد است. طاقت بوی همو فرج زناکار ندارد.